یوگا. البته من اینو در میارم توی یوگا به خاطر من فن لباسای گشادم، ولی وقتی که دارم یوگا میکنم دوست دارم که ایرادای بدنم و مخصوصا پشتمو که خیلی قوز میکنم و بفهمم. همین باعث میشه که من پشتمو ببینم، بیشتر روش آگاهی داشته باشم که بخوام صافش کنم. ولی وقتی لباسم گشاده زیاد متوجه نمیشم که اون عضلات به چه صورته یا من پوزیشنم چجوریه. به خاطر همین ترجیح میدم که تو یوگا لباسای تنگ بپوشم که بیشتر متوجه بدنم باشم. اومدم روشا یه ذره سیمیت بگیرم برای فردا تو راهی اسکیمون که زیاد وقتم تلف نکنیم و سریع برسیم که بعد از ظهرش هم کلاس زبان دارم، به کلاس زبانم برسم. میخوام برم دربندسر. ما تو راه برگشتش به ترافیک میخوریم چون از شرق به غربه و به ترافیک میخوریم و رفتش فکر نمیکنم به ترافیک. سیمیت گرفتم با یه دونه نونی که لاش پنیر و اینا بود با این. یه کمی گرونه چون جنسش خارجی، البته یعنی به نسبت جنسی خارجیش قیمتش خوبه ولی یه ذره گرون میشه دیگه، خرید زیاد نمیشه که. خب امروز روز غذا گرفتن برای بچه ها بود. فقط دوست دارم حدس بزنین که اینا چند شد. البته الان نمیبینین که غذاها چیه. از موقعی که آقا سیروس اومده خونه ما رویال کنین به راه شده. قبلش سوکولو هر چیزی که بهش میدادیم میخورد، اصلا بد غذایی نمیکرد. ولی آقا سیروس ما از موقعی که اومده ما پوچای رویال کنین و غذا خشکای رویال کنین رو فقط باید بگیریم. و اینکه چون سیروس آلرژی داره یه مدل خاصی از رویال کنین که اسمش رناله اینه باید بخوره و سوکولا هم مجبوره دیگه همینا رو بخوره دیگه به خاطر سیروس. اینا هم کیسه هایی که استفاده میکنم برای توی ظرف خاکشون که خیلی کارم راحت تر کرده. حالا یه دفعه بهتون توضیح میدم که چجوری که بهتره ازشون مفید استفاده کنین که خیلی هم هزینه لازم نباشه که هر دفعه پرداخت کنین. پوچاش هم رنال گرفتم. آلرژی خون سیروس بالاه، کراتینش لب مرزه و دکترش اینطوری تجویز کرده. این هم که حالا سوسیس دیگه، سوسیس ندیدیم. سوسیس تایم دارن. سوسیس تایم. شکلات.
شعر بلدی؟ ام شوشه لیپک لیلی ایلونه ام شوشه یارم پر از جونه ام شوشه